سهر محشره، راستی که خر تو خره، جانیا خون میریزن، یه عده هم تیغ میتیزن، تو گردش روزگار نقابا میرن کنار، تحلیلگرای پوشالی، استراتژی های تو خالی، میگن حقوق بشر نباس باشه تو خطر، اما روز جنایت میکنن همشون دو در. تای خط میکنه فلانی، اظهار نگرانی، میگه من چیزی ندیدم، هیچ تضمینی نمیدم، چیزی نیست عیبی نداره، مشکل اصلی دلاره، یه وقت از جاد نجنبی واسط هم فاکتوس میاره، یه برم جماعت سبزاللهی، پشتی پای حزب اللهی، تو توجیه جنایت رفتن تا بی نهایت، مانکنای تحجر تو ویترین ولایت، کاسه کوزه رو جمع کنیم، با هم شرتون رو کم کنیم، چرا بخونم یاسین تو گوشه مشنامت، خر را بزدن اسب نتوان کرد. سایتای زنجیره‌ای با اخبار جیره‌ای، با عملیات رمالی، میکنن قضیه رو ماسمالی، حرفای پراگماتیستی، توجیهات فاشیستی، پاسدار راه دورن، دست جلادو میشورن، جنبش عدم خشونت، میگه برو بشین تو خونت، ترسو بکن تئوریزه، بزا ملا خون بریزه، میگه یه وقت نشی آرمانگرا، برو الاف وایسا تو سرا، هی تحلیل کن با قمپوز، تو وبسایتت بده پوز، بگو من ایرونیم، فرزند فلونیم، اما سرم شلوغه، فعلا تو مهمونیم، کاسه کوزه رو جمع کنیم، با هم شرتون رو کم کنیم، چرا بخونم یاسین تو گوشه مشنامت، آخه خر را بزدن اسب نتوان کرد. آیت الله BBC، استاد کاسلیسی، ژورنالیسم رو بونه کرد، اخبار رو وارونه کرد، گفت پشم خرس پاندا داره میریزه تو اوگاندا، زد 1000 تا حرف مفت، اون چه باس میگفت نگفت، اینن مدعیای دموکراسی، همه پر رو بی رو در باسی، تلاش برای حفظ ملا، شطور سواری دلا دلا، این تیکه رو همه با هم بگیم آنها، کاسه کوزه رو جمع کنیم، با هم شرتون رو کم کنیم، چرا بخونم یاسین تو گوشه مشنامت، خر را بزدن اسب نتوان کرد.